فصل ششم. شادی مسئله شخصی نیست. در فصلهای گذشته نشان دادیم که ریشه رنجهای ما و رنجهای دیگران، یعنی عزیزان ما، اجداد ما و تمامی موجودات زنده، به خودی خود به هم متصل است. از این رو دیگر می‌دانیم که شادی موضوعی شخصی نیست. اگر بتوانیم با تمرین‌های ذهن‌آگاهی نفس بکشیم و شاد باشیم، در واقع اجدادمان، عزیزانمان و تمام موجودات زنده را در لذت خودمان شریک می‌کنیم. اگر بتوانیم از راه رفتن خودمان لذت ببریم، در واقع اجداد و عزیزانمان را در لذت راه رفتن با پاهایمان شریک می‌کنیم. هنگامی که فرد جوانی به والدینش میگوید این زندگی من است، این بدن من است، هر کاری که بخواهم با آن میکنم، در حقیقت باید گفت تنها تا حدودی حق با اوست. آن جوان به این علت چنان سخن میگوید که در نیافته است دنباله والدین خود و پیش از آن دنباله اجدادش است. این بدن تنها متعلق به شما نیست. این بدن متعلق به والدین و اجدادتان نیز هست. از این رو بدن شما همچون محصول اشتراکی ملت، مردم، فرهنگ و اجداد شماست. پس آنچه شما با خود می‌کنید و دیگران با خودشان می‌کنند، به طور همزمان بر همدیگر تأثیر می‌گذارد. یعنی وضعیت شخصی شما نسبتاً اشتراکی است. افراد بسیاری هستند که دچار رنج‌های عظیم و زمین‌گیر کنندند. آنها نمی‌دانند چگونه این رنج‌ها را پایان بخشند. بیشتر این افراد در سن بسیار پایین گرفتار این رنج‌های عظیم می‌شوند. با این همه چرا مدارس به ما یاد نمی‌دهد چگونه رنج‌ها را مدیریت کنیم؟ اگر دچار رنج‌های بس بزرگ باشید، نمی‌توانید تمرکز کنید، نمی‌توانید درس بخوانید و نمی‌توانید توجه داشته باشید. رنج‌های هر یک از ما بر زندگی دیگران اثر می‌گذارد. هرچه بیشتر بتوانیم مهارت درست رنج کشیدن را به یکدیگر یاد بدهیم، به طور کلی رنج‌های کمتری در جهان وجود خواهد داشت و همچنین شادی‌های بیشتر. وامگیری ذهن‌آگاهی. گاهی در آن زمانهایی که دچار رنج‌های عظیمی هستیم، لازم است برای شناسایی آنها از نیروی ذهن‌آگاهی بیش از یک نفر بهره ببریم. در زندگی هر یک از ما هنگامی که سیل رنج‌ها ما را تهدید می‌کنند، همه به یکدیگر نیاز داریم. از این رو با وامگیری از نیروی جمعی گروهی از تمرین کنندگان ذهن‌آگاهی می‌توانیم رنج‌های درونمان را شناسایی کنیم و بپذیریم. وقتی رنج همچون مانعی نفوذناپذیر خود را می‌نمایاند، باید یاد بگیریم چگونه از پشتیبانی و نیروی ذهن‌آگاهی دیگران بهره ببریم. اگر وقت بگذاریم و در کنار یکدیگر بنشینیم، آنگاه این فرصت را خواهیم داشت که با وامگیری از نیروی جمعی ذهن‌آگاهی دردهایمان را شناسایی کنیم و با آغوشی باز آنها را بپذیریم. در چنین وضعیتی همچون قطره آبی جاری در نهر نیروی بیدار شده خواهیم بود و حالمان بسیار بهتر خواهد شد. در چنین مواقعی ناگزیر نیستیم کاری بکنیم یا چیزی بگوییم، بلکه فقط این فرصت را به خودمان می‌دهیم تا با وامگیری از نیروی جمعی ذهن‌آگاهی دردهایمان را در آغوش بکشیم. گاهی باید با توجه به شرایط مستقیما به سراغ دیگران برویم و از آنها تقاضای یاری کنیم. می‌دانم که انجام این کار بسیار دشوار است، اما اگر از دیگران یاری بجویید، حتما آنها با کمال میل شما را یاری می‌کنند. اگر بین عزیزانمان کسانی هستند که دچار رنجند، یکی از بهترین کارهایی که می‌توانیم برای آنها بکنیم این است که پیشنهاد دهیم در کنارشان بنشینیم یا با آنها قدم بزنیم. با انجام این کار نیروی ذهن‌آگاهی و آرامش خودمان را با آنها به اشتراک می‌گذاریم و کمک می‌کنیم تا رنج‌هایشان را بپذیرند. آنگاه شرایطی فراهم می‌آید که با ذهن‌آگاهی نفس بکشند، بنشینند و گام بردارند و از رنج‌های درونشان که همچون کودکان گریان هستند مراقبت کنند. حضور در کنار دیگری و غمگساری با او.
هنگامی که عاشق کسی باشید می‌خواهید به او چیزی بدهید که بتواند شادش کند. با توجه به موضوع و شیوه خاص مورد نظر ما، گرانبهاترین چیز برای پیشکش کردن به معشوقتان همان حضور شما در کنار اوست. اگر در کنار او حضور ندارید، چگونه می‌توانید عشق بورزید؟ برای عشق ورزیدن باید کنار او حضور داشته باشید. حضور تمام و کمال در کنار دیگری به خودی خود بخشی از مهارت شادکامی است. البته فراموش نکنیم که حضور شما می‌تواند تنها فیزیکی باشد، در حالی که ذهن شما در جای دیگری است. منظور ما این نوع حضور نیست، چرا که در این نوع ممکن است در افکار، غم‌ها و ترس‌هایتان غرق شده باشید. حقیقت این است که در این نوع حضور نادرست شما واقعاً کنار او نیستید. حضور شما صرفاً حضوری فیزیکی خواهد بود. از این رو آگاهانه نفس بکشید و تمام توجه و تمرکزتان را به نفس کشیدنتان معطوف کنید. ذهن و بدن را با هم متحد و هماهنگ کنید و به زندگی اینجایی و اکنونی بازگردید. حضور تمام و کمال در کنار عزیزانتان یا دیگران مهمترین بخش تمرین ماست. وقتی واقعاً در کنار او حضور دارید، می توانید به چشمانش خیره شوید و بگویید به خاطر توست که اینجا هستم. گرانبهاترین چیزی که می توانید به عزیزانتان پیشکش کنید همین حضور تمام و کمالتان در کنار اوست. و این چیزی نیست که بتوانید با پول از فروشگاه بخرید. رنج جمعی، لذت جمعی. هنگامی که افراد گرد هم می‌آیند و نیروی ذهن‌آگاهی، تمرکز و شفقت را پدید می‌آورند، این عمل سبب بروز گونه‌ای از آگاهی جمعی می‌شود. بهره‌گیری از این نیرو بسیار مفید است. در یکی از سخنرانی‌هایم در آلمان، هزاران نفر از جمله 4 مادر که فرزندان خود را شیر می‌دادند، با آرامش به سخنانم گوش می‌کردند. آن نوزادان در حال خوردن شیر مادرانشان بودند و از فواید آن بهره می‌بردند و همچنین در همین حین از نیروی آرامش جمعی نیز بهره می‌گرفتند. وقتی در 11 سپتامبر 2011 به برج‌های دوقلو حمله شد، در کالیفرنیا بودم تا یک سخنرانی عمومی داشته باشم. اخبار منتشر شده درباره آن حادثه تمام ملت آمریکا را تکان داد. نیروی جمعی برآمده از ترس و خشم مربوط به آن حادثه وحشتناک عظیم بود و آن را به وضوح حس می‌کردم. اگر ناگاهانه و از روی غفلت اجازه می‌دادیم آن نیروی جمعی در ما نفوذ کند و به ما آسیب بزند، عواقب بسیار خطرناکی برای زندگی فردی و اجتماعی می‌داشت. از این رو آن شب سخنرانی من درباره آرام کردن هیجانات قوی و مخرب بود. هنگامی که کل جامعه از چنین حادثه‌ای ترسیده یا خشمگین است، شکل گرفتن نیروی جمعی بسیار قوی و مخرب است و می‌تواند تمایل به حمله‌ای سریع و بی‌ملاحظه را پدید آورد. اما معمولاً عملی که محرک آن نیروی جمعی برآمده از خشم و ترس باشد، عملی نادرست است. به همین سادگی می‌توانیم جنگی ویرانگر را آغاز کنیم. پشت و پناه خود بودن. وقتی اطرافیان شما تمرین‌های ذهن‌آگاهی شفقت را انجام دهند، خردمندتر و شادتر می‌شوند. نه تنها به طور فردی و مجزا که به طور جمعی و به هم پیوسته. به این معنا که ترکیب کردن تجربیات ذهن‌آگاهی و بصیرت افراد مختلف منجر به نوعی بصیرت جمعی می‌شود که می‌تواند بسیار خردمندانه‌تر و راهگشاتر از بصیرت تک تک افراد گروه باشد. بدون عملی اجتماعی و بدون یاری دیگران بسیار دشوار است که کسی شخصاً بتواند چیزی را تغییر دهد. اگر در بیمارستان یا درمانگاه یا هر مکان دیگری کار می‌کنید که باید هر روز نسبت به افراد بحران زده شفقت بورزید، به درستی می‌دانید که داشتن همکارانی که شما را در این راه یاری کنند تا جهت بسیار زیادی فرآیند درمان و تسکین را بهبود می‌بخشد. محیط خوب به بهترین چیزهای نهفته در درونمان رخصت بروز می‌دهد. برعکس، محیط ناسالم می‌تواند بدترین چیزهای نهفته در درونمان را بیدار کند و بیرون بکشد.
همه ما برای درمان و تسکین رنج‌هایمان و برای خلق شادی‌ها به اجتماع‌های ذهن‌آگاه نیاز داریم. هر جا که هستیم برای خلق محیط شفابخش می‌توانیم به یکدیگر بپیوندیم. خانواده، کلاس‌های تحصیلی و محل کارمان می‌توانند همگی اجتماع‌هایی ذهن‌آگاه باشند. هنگامی که گرد هم میاییم و از تمرین‌های تنفس آگاهانه در کنار هم لذت می‌بریم، گونه‌ای نیروی جمعی ذهن‌آگاهی و شفقت را پدید می‌آوریم که بسیار حیات بخش و قوی است. بسیاری از ما هر روز در محیط‌های زهرآگین هستیم که متقابلاً بدگمانی، رقابت، طمع و حسادت را تقویت می‌کنند. وضعیت محیط اطراف ما نسبت به رنج‌ها و شادی‌های ما همچون نسبت خوراک به سلامتی و بیماری بدن است و همه عوامل و عناصر آسیبزا و حیات بخش آن در ما نفوذ و اثر دارند. ممکن است دریابید که در محیطی آسیبزا و منفی هستید و از طرفی هم نتوانید این محیط را به سبب واقعیت‌هایی همچون محدودیت‌های مالی و مشکلات مربوط به فراهم کردن نیازهای اساسی خانواده را ترک کنید. در این موارد می توانید همچون نیرویی در جهت دگرگونی مثبت عمل کنید. نخست با ایجاد پناهگاهی امن برای خودتان آغاز کنید، حتی اگر محدوده این پناهگاه امن به اندازه گوشه یک اتاق یا میز است. همچنین اجتماعی ایمن و سالم نیز در فضای اینترنتی هستند که می توانید به آنها بپیوندید. تحت هیچ شرایطی امید خود را از دست ندهید. می توانید در چنان مسیری از زندگی قرار بگیرید که نشان دهد تحقق شفقت در هر وضعیتی امکان پذیر است. در این مسیر حتی با انجام کارهای کوچک سرمشق دیگران باشید. دیگران از شما یاد می‌گیرند که چه باید بکنند. بهترین شیوه یاری دیگران برای کاستن از ترس‌ها، هوس‌های زیانبار و خشونت‌هایشان این است که به آنها نشان دهید در روبرو شدن با دردها، رنج‌ها و مشکلات راه‌های دیگری نیز وجود دارند. اگر عشق رو به زوال بود و به نفرت بدل شد، تحقق این امر برای شما امکان پذیر است که با مهارت‌های ذهن‌آگاهی فساد ناشی از این نفرت را دگرگون سازید و همچون بهره‌گیری از کود برای رشد گیاهان، گل عشق را دوباره شکوفا کنید. کنش جمعی: وقتی گروهی گرد هم می‌آیند و تمرین‌های ذهن‌آگاهی مثل با یکدیگر نفس کشیدن، با هم قدم زدن و انجام هر کار گروهی در جهت کاهش رنج‌های جهان را انجام می‌دهند، این عمل همان کنش جمعی و مثبتی است که می‌تواند بسیار قدرتمند باشد. در ژرفای کنش جمعی می‌توانید جنبه‌های فردی را دریابید. کسانی هستند که طریقه نشستنشان با دیگران تفاوت دارد. برخی افراد روی موضوعات بسیار آسان‌تر متمرکز می‌شوند و برخی هم در تمرین‌های ذهن‌آگاهی به حمایت بیشتری نیاز دارند. در هر امر جمعی می‌توان جنبه‌های فردی را دریافت و در هر امر فردی جنبه‌های جمعی وجود دارند. هیچ فردیت مطلق و هیچ کلیت مطلقی وجود ندارند. در آیین بودا هر کاری که بتوان در راستای کاستن از رنج‌های جهان در اجتماع انجام داد به عنوان کنش شایسته شناخته می‌شود. هنگامی که برای خرید به فروشگاه می‌روید می‌توانید دست به گزینش بزنید که آیا از کنش شایسته پیروی کنید یا نه. کالاهایی برای فروش وجود دارند که توسط کودکان کاری تولید شده است که هیچ فرصتی برای رفتن به مدرسه و ادامه تحصیل ندارند و همچنین کالاهایی برای فروش هستند که از موادی ساخته شده‌اند که می‌تواند برای سلامت بدن و محیط زیست زیان بخش باشند. ما همگی جزءهای یک کل به هم پیوسته هستیم و حتی این تصمیم‌های بظاهر کوچک فردی درباره آنچه می‌خواهیم مصرف کنیم بر آگاهی جمعی و عواقب آن اثر می‌گذارد. به یاد می‌آورم که روزی با برخی کودکان به فروشگاه ابزار فلزی رفتیم و از تمام ابزارها دیدن کردیم.
فقط به تعداد کمی میخ برای انجام طرحمان نیاز داشتیم و از پیش با هم توافق کرده بودیم هیچ چیز دیگری نخریم. بیش از 1 ساعت آنجا بودیم و درباره خاستگاه و تأثیرات هر یک از ابزارها گفتگو کردیم و چیزهای زیادی هم یاد گرفتیم. در نهایت چیزی جز شمار اندکی میخ نخریدیم. این بازدید را همچون یک کنش گروهی ویژه انجام دادیم. مجبور نیستید هر بار برای خرید چیزی بیش از 1 ساعت صرف تحقیق درباره خاستگاه و تأثیرات آن کنید، اما هنگامی که دریابید در پشت پرده تولید وسایل خانه شما درد و رنج کودکان کار یا کارگاه‌های کار زیانبار نیست، می‌توانید بسیار شادتر شوید. تمام جهان قلمرو ماست. ممکن است فکر کنید تنها در قبال رنج‌ها و شادی‌های خودتان مسئول هستید، اما شادی شما بر شادی‌های تمام جهان می‌افزاید و رنج شما رنج تمام جهان است. در ویتنام یک افسانه بودایی قدیمی درباره مارا وجود دارد. مارا مظهر تمام ناامیدی‌ها، دلبستگی‌ها و حواس‌پرتی‌های ماست. همان شخصیت اهریمنی که آناندا کوشید او را از نزدیک شدن به غار بودا باز دارد. مردم ویتنام میگویند پیش از آن که بودا به روشنی برسد، یعنی آن دورانی که جهان تحت سلطه مارا بود، جنگ‌ها و خشونت‌های بسیاری سرتاسر جهان را در بر گرفته بود. مردم عمیقاً و بی‌اندازه رنج می‌کشیدند، اما در همین بین مردم به خودشان یادآوری کردند که هر جا مارا باشد، بودا سرانجام خود را می‌نمایاند. لازم نیست بیش از اندازه نگران باشیم. اگر هوشیار باشیم، بودا سرانجام خود را می‌نمایاند. آن روز که بودا به روشنی رسید، آرام و خموش در جای نشست. مارا گفت او کیست که این چنین با ملایمت در جای خویش نشسته است؟ مارا آرامش بودا را برهم نزد و گذاشت که بودا به کار خود ادامه دهد. بودا پس از مراقبه برخاست و در حالی که با خودش و جهان اطرافش در صلح بود و از افکار زائد رها، شروع به قدم زدن کرد. مارا پرسید تو کیستی؟ اینجا چه می‌کنی؟ بودا پاسخ داد من دریافتم که این جهان مکان بسیار زیبایی برای زندگی است. منظره این جهان به چشمم بس دوست داشتنی می‌نماید. سپیددمان، شامگاهان و نیمروزان آن زیباست. این شگفتی‌ها را می‌بینم و مرا بسیار شاد می‌کند. برای شادی به هیچ مالکیت و ثروتی نیاز ندارم. همه آنچه برای شادی نیاز دارم این فرصت است که همچنان اینجا بنشینم و بتوانم روی این سیاره زیبا و شگفت‌انگیز گام بردارم. برای شادی به هیچ چیز نیاز ندارم. مارا که ضرری متوجه خود ندید با خود پنداشت که این درخواست بودا درخواست بدی نیست و گفت چندان که بخواهی میتوانی اینجا بنشینی و قدم بزنی. چند روز بعد بودا از مارا پرسید اندک دوستانی دارم که تعداد آنها 1250 نفر است و همگی میخواهند با روش‌های ذهن‌آگاهی بنشینند و قدم بزنند. آیا میتوانیم در اینجا محوطه‌ای داشته باشیم که آگاهانه و آرام بنشینیم و گام برداریم؟ مارا پاسخ داد البته که میتوانید. اگر فقط میخواهید بنشینید و قدم بزنید هیچ مشکلی نیست. میخواهید چه مساحتی از زمین در اختیارتان باشد تا در آن مراقبه کنید؟ در آن روزگار آنها وسیله اندازه‌گیری دقیقی نداشتند. بودا پاسخ داد 3 دست لباس گرم دارم. اگر موافق هستید جامه بیرونی خود را از تن درآورم و تا آنجا که مرا یارای آن است به سوی آسمان پرتاب کنم. ناحیه‌ای که سایه جامه من بر روی زمین مشخص می‌کند همان مقدار مساحت زمینی است که من برای آگاهانه نشستن و قدم زدن می‌خواهم. مارا با خودش گفت بیشترین مساحت زمینی که بودا بتواند از آن خود کند تنها چند مایل خواهد بود. از این رو موافقت کرد.
بودا جامه خود را چرخاند و به سمت آسمان پرتاب کرد. جامه پرتاب شده بالا 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 و بالاتر رفت و سپس باز شد و سایه آن تمام سیاره را در بر گرفت. از آن روز به بعد بودا و شاگردانش در سرتاسر جهان گام برمی‌دارند و شیوه‌های ذهن‌آگاهی و شفقت را به کار می‌گیرند و مردم را یاری می‌کنند تا کمتر و به درستی رنج بکشند. همه ما حق داریم کاری مشابه آنها انجام دهیم، یعنی کاستن از رنج‌ها و افزودن بر شادی‌ها. این سیاره تنها متعلق به ما را نیست، بلکه متعلق به بودا نیز هست. هنر شادکامی. اساس کارمان را می‌توانیم اینگونه وصف کنیم: دگرگون کردن رنج‌ها و تبدیل آنها به شادی. کار پیچیده‌ای پیش روی ما نیست، اما تحقق آن مستلزم این است که ذهن‌آگاهی، تمرکز و بصیرتمان را تقویت کنیم. پیش از هر چیز برای تبدیل رنج به شادی لازم است توجه کامل ذهن را به بدن که در لحظه در حال انجام کاری است معطوف کنیم و به زندگی این جایی و اکنونی بازگردیم. در واقع این عمل ما را یاری می‌کند که بتوانیم با رنج‌هایمان روبرو شویم، آنها را با آغوشی باز بپذیریم، عمیقاً به آنها بنگریم و ریشه‌های آنها را دریابیم و تکلیفمان را با آنها مشخص کنیم و به یک صلح درونی برسیم. سپس باید رنج‌های بیهوده و بیفایده را رها کنیم، آن تیر دوم را بیرون بکشیم و عمیق‌تر و جدی‌تر به افکار و عقایدمان درباره شادی بیاندیشیم و در گام آخر لازم است با پذیرش، درک و شفقت ورزی نسبت به خودمان و تمام افراد پیرامونمان بذر شادی را هر روز آبیاری کنیم و پرورش دهیم. این است آن تمرین هایی که ما به خودمان، عزیزانمان و اجتماعات بزرگتر پیشنهاد می کنیم. آری، هنر درست رنج کشیدن و هنر شادکامی این چنین است: با هر نفس رنج ها را تسکین می دهیم و لذت ها را خلق می کنیم و با هر قدم بینش های روشنی بخش درون ما همچون شکفتن گل از میان گل و لای سر برمی آورند.